اینکه در مورد این میخوام صحبت بکنم که اولا که همیشه مفتخرم که شما تصویر منو میبینید و منم میام تصویر شما رو دوست دارم که ببینم، حرفای خوب بشنوم و آهنگای خوب، حالا هرچی جوک لطیفه، حالا هرچی باشه منم مشتاقم که ما شما رو بشنوم. مثلا این نیست که فقط مال خودم رو قبول داشته باشم، من حرف شما رو دوست دارم. یه مثالی هست تو هم میگن که ماه رمضان و ماه محرم شما نباید عرق بخوری و شما نباید خلاف بکنی و فلان اینا. یه روزی یه بنده خدایی نشست تو ماشین من، میخوام براتون بگم که چه جوابی بهش دادم، بعد دندان شکم و ساکت شد دیگه. ماه رمضان بود، گفتش که روزه میگیری؟ گفتم به خودم مربوطه حالا بگیرم یا نگیرم، امکان داره بله میگیرم. اصلا گفتش که یعنی چی اینا همش ماه رمضان فقط اینا روزه میگیرن و هیچ گناهی نمیکنن و اینا؟ گفتم تو بلدی اینو تو کل بگو این میگیرن و تو کل سال هر کاری دوست دارم میکنم. گفتم تو بلدی اینو؟ گفت خب معلومه اینو. گفتم خب تو انجامش بده. چه به اونا نگاه میکنی؟ تو که کار خوب و بلده خود خودت انجام بده دیگه. صداش در نیومد. یکی این که میگن که می بخور، منبر بسوزان، مردم آزاری نکن. الان من احساس میکنم که توی کشور ما این که من چون مسجد رفتم، نه اینکه خودم میخواستم، منو بردن، خودم زیاد خوشم نمیاد اصلا، نه اینکه مسجد یا آدمای بد، نه اون تو هر قشری آدم قوت داریم. اولا که رفتم دیدم چند تا زن همه مسن یا چند تا مرد همه مسن، مثلا جوون مبون توشون ندیدم. یک. دو اینکه من نسبت به درصدی که مردم یه منطقه‌ای، حتی من تو وسط بازارم رفتم مسجد، نمازم خوندم اونجا، ولی من دقت کردم دیگه این همه آدم مثلا از هر 100 نفر شاید یه نفر نمیاد مسجد. یعنی 99% جامعه ما دوست نداره بره مسجد، دوست نداره این صدا رو شاید گوش بکنه. یعنی برای من آزاردهنده است. یعنی میگم یارو از موقع اذان یا مثلا یه رو 20 دقیقه قبل از آن شروع میکنه سر و صدا کردن تا مثلا یه ساعت بعدش مردم آزاری. این مثالش اینه. میگن می بخور، منبر بسوزان، مردم آزاری نکن. تو اولین اصل انسانیت رو رعایت نمی‌کنی. هر چیزی اندازه داره. وقتی 99% یک جامعه، یه ملتی نمیخواد این کارو بکنه، تو برای چی به زور میخوای بکنی تو مخش؟ چون این کار اصلا اجباری نیست. این یه تبلیغ الکیه دیگه. خسته شدن همه. نماز مال خود طرفه، روزه مال خود طرفه، گناهش مال خودشه. گناه. بعد یه مثال دیگه هم میگن که آقا جان اولا که کسی رو تو قبر کسی دیگه نمیذارن. این یک. دومش این که گناه کسی رو هم پای کسی دیگه نمینویسن، مال خودشه. پس تو چه اصراری داری میخوای فشار بدی اینو تو مخش؟ اینم از این. بریم برای بعدی.